السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. این درسی اولی فقه می باشد، مقدمه فقه. هفته گذشته ما درباره آداب تعلیم علمی یاد گرفته بودیم، گرچه که هفته قبلی درس اولی فقهی ما بود، اما ما در آن درس بعضی مقدمه های علمی را درس خوانده بودیم و اکنون در این درس مقدمه فقه می شود. پیش از آن که شما کتاب نور الایضاح را بیاموزید، یا پیش از آن که ما در این کتاب خواندن را و تشریح دادن را و غیره را سر کنیم، ما باید کم ترک درباره مقدمه فقه یاد بگیریم، چون که با ما کسانی هست که قبل از این کتاب بار فقه را نآموختند، نمیدانند که حتی فقه چی معنا دارد، حتی شاید ندانند که بخش فقه برای کدام فن هست و آموختن این فن برای چی مهم هست و تا کدام درجه آدم باید یاد بگیرد. و اینچنین در مذهب حنفی کدام کتاب های فقه هستند و از چی درجه سر می شوند و کدام درجه می روند و غیره. و اینچنین بعض اصطلاحات های هست در مذهب حنفی که من باید آنها رو به شما واضح بسازم تا اینکه شما از آن اصطلاحات قبل از در آمدن به کتاب فقهی آگاه باشید. این هست بعض موضوع هایی که ما امروز در درسمون که یاد میگیریم. اولش این است که مذهب چیست، معنای مذهب چیست و چرا ما مذهب داریم. دومش این است که درجه های فقیهان حنفی چند تا هست، کیها هستند، به مرور تاریخ اسلامی کدام فقیهان بودن در مذهب حنفی و از کدام درجه سر شد و کدام درجه رفت. و سوم موضوعی که ما درباره‌اش گپ میزنیم این هست که کتاب های فقه حنفی کدام ها هستند. بعضی کتاب ها رو ما انشالله نگاه میکنیم، نظر میکنیم و این چنین کتاب نور الایضاح هم درباره‌اش کم ترک میگویم. و چهارم این هست که فقه چی را گفته می شود، فقه خودش چیست، چی معنا دارد، به چی دلالت میکند، چی فنی است. پنجم درجه های احکام فقه چی هستند، که بعض اصطلاحات هست، شاید درجه گفتن آنقدر خوب نباشد، بعض اصطلاحات فقهی که شما باید از آنها آگاه باشید. و اینچنین ششم این هست که فایده های آموزش فقه چی هست، فایده های آموزش فقه چی هست. پس ما انشالله سر میکنیم به موضوع اول و این درباره مذهب چیست. اولا پیش از آن که داخل این موضوع شویم، برای چی ما باید این موضوع را برای چی ما باید درباره‌اش صحبت کنیم، گپ بزنیم. چون که یک اعتراض خیلی مشهوری هست که در بین ما خیلی زیاد شده است، خیلی زیاد میشنویم و این هست که چرا شما مذهب دارید، چرا شما خود پیروی از قرآن و سنت نمی کنید، برای چی شما پیروی از مذهب میکنید. این سوال خودش به این اشاره میکند، به ما اشاره میکند که سوال کننده نمیداند که حتی مذهب چی است و برای چی ساخته شده است و ما پیروی از مذهب برای چی میکنیم. و سوال کننده حتی نمیداند که پیروی کردن از مذهب این خودش پیروی کردن هست از قرآن و سنت، چون که مذهب برای ما یک آله هست، بگویم یک راهی هست که برای ما پیروی کردن قرآن و سنت را آسان می سازد. خب پس به جواب این سوال ما باید از چند نقطه ها آگاه باشیم. اولا لغتا کلمه شریعت، ما باید بدانیم که شریعت چی معنا دارد. پس لغتا را نگاه میکنیم که از جهت لغت عربی چی معنا دارد و این چنین از جهت اصطلاح دینی یا فقهی چی معنا دارد. پس لغتا شریعت منبع آب را گفته می شود، جایی که از آن جای آب خارج می شود و مردم و حیوانات از آن جای از آن آب، منبع آب فایده می بینند. اما این معنای لغویش آنقدر برای ما مهم نیست. از این قدر اهمیت دار و مهم چی هست؟ معنای اصطلاحیش. پس شریعت فقهاً چی معنا دارد؟ دین اسلام را گفته می شود
که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش انتخاب کرده است تا که آنها را از تاریکی به روشنی بیارد. یعنی که تا که آنها را از تاریکی عمیق به روشنایی موفقیت برارد. یعنی از تاریکی به روشنایی. نقطه دوم این هست که شریعت یک، یعنی اگر ما فقهاً بگوییم، یعنی یا دقیق تر اگر بگوییم، شریعت یک مجموع یک قانونایی است که الله سبحانه و تعالی به بندگانش فرستاده است به شکل قرآن و سنت. قانونهایی هست که الله تعالی و ما به بندگانش فرستاده است که ما باید پیروی از آن قانونها بکنیم و این قانونها به شکل قرآن و سنت می باشد. اکنون تا اینجا همین قدر گپ واضح هست که شریعت چی هست که الله سبحانه و تعالی برای ما شریعت را نازل کرده هست به شکل قرآن و سنت و ما باید از قرآن و سنت پیروی کنیم. تا این قدر واضح هست. همین خلاص؟ خب اکنون گپی مذهب از کجا یعنی سر می شود یا برای چی لازم می شود؟ از نقطه دیگر نگاه کنید. اما همه مسلمانان دانشی مفصل قرآن و سنت را ندارند. بنابراین مذهب ها از جانب امامان به مانند امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یعنی و غیره رحمهم الله تعالی تأسیس داده شدند تا اینکه این نیاز را پوره بکنند. پس چون که عوام یا اینکه آدمان عامه نمی توانند که راست به قرآن رفته یا اینکه راست به احادیث رفته حکم را استخراج کنند، شریعت را بدانند و بفهمند، برای همین هست که مذهب این یعنی این نیازمندی را، این یک جایی که خالی هست این را پوره می سازد. یک ضرورتی که یعنی به عامه هست این را پوره می سازد. نقطه بعدی را نگاه کنید. برای آن که شخص از قرآن و سنت حکم استخراج کند باید به درجه مجتهد برسد. درجه مجتهد درجه است که شخصی از تمام دلیل های شریعت آگاه باشد، مثلا به مانند آیت های قرآن، تفسیر آنها، احادیث، تشریح احادیث، اقوال صحابه ها، فتواهای صحابه رضی الله عنهم، زبان عربی و غیره. پس خلاص این صحیفه چی شد؟ که بله ما شریعت رو پیروی میکنیم. ما اگرچه خود رو حنفی هم بگوییم، ما پیروی قرآن و سنت هستیم. ما پیروی یعنی قرآن و سنت، اقوال صحابه و سلف صالحین هستیم. اما ما یعنی مذهب برای چی نیازمند هستیم؟ به مذهب برای آن که امام مذهب با شاگردانش چی میکند؟ اولا به درجه اجتهاد میرسد، مجتهد میشود. مثلا امام ابو حنیفه مجتهد بود، یعنی که چی؟ از تمام دلیل شریعت آگاه بود، از قرآن، از یعنی معناهای قرآن، از لغت عربی، از باریکی های لغت عربی، از احادیث، از صحیحش، از ضعیفش، از اقوال صحابه ها رضی الله عنهم و غیره و غیره. یعنی امام ابو حنیفه مجتهد بود. شاگردانش هم یعنی قاضی ابو یوسف و امام محمد، بعضی هم میگویند آنها هم یعنی به درجه مجتهدی یعنی مجتهدی منتصب رسیده بودند. یعنی که به درجه مجتهد و شما یعنی اونقدر نمیگویم هر خیل تفصیلات رو. و آنها چی کردن؟ آنها شریعت رو نگاه کردن. آنها تمامی یعنی دلیل های مذهب رو نگاه، شریعت رو نگاه کرده، قرآن رو نگاه کردن، سنت رو نگاه کردن، تفصیلات آنها رو نگاه کردن، یعنی بعض باریکی های لغت عربی رو نگاه کردن در آیه های قرآن و غیره. و از این یعنی منبع های شریعت چی کردن؟ حکم استخراج کردن و حکم را استخراج کرده با دلیلش با شاگردانشان فهماندن. و ما چی میکنیم؟ ما چون که تقصیر داریم، ما چون که نمیفهمیم قرآن و سنت را، وقتی که یعنی راست به قرآن و سنت رفته، ما چون که این از تمام دلیل های شریعت آگاه نیستیم و به درجه مجتهد نرسیدیم، ما چی میکنیم؟ پیروی یک امام را میکنیم که از سلف صالحین باشد که این کار را الکی برای ما کرده باشد.
چنانکه که من برای شما یعنی پیش هم گفته بودم، وقتی که آیت های قرآن را وقتی که میبینید، فقط ظاهر آیه های قرآن کافی نمی باشد. آدم نمیتواند که قرآن را باز کند، یعنی یک دو سه آیت ها را ببیند، ترجمه آیه ها را ببیند و از این آیه ها حکم استخراج کند. چون که ظاهر آیه ها کافی نیست. آیه های قرآن بعضی ها یعنی مطلق می باشد، بعضی ها مقید می باشد، بعضی ها ناسخ منسوخ، یعنی بعضی ها خاص عام. در قرآن یعنی خیلی زیاد گپ ها هست، خیلی زیاد باریکی ها هست، یعنی دلالت النفس هست، اشارت النفس هست، اقتضاء النفس هست و غیره و غیره، که یعنی آدم عموما این گپ ها رو در فن اصول یاد میگیرد. آیه ها را هرگز هیچ کس نمیتواند که همین خل ظاهرش رو خوانده حکم استخراج کند. باید آدمی عامی باید یک مجتهد را پیروی کند و این مجتهدی که ما پیروی میکنیم این امام ابو حنیفه و دیگر مجتهدان حنفی هست. امام ابو حنیفه امام ابو حنیفه شاگردانش و غیره و غیره کسانی امام ها و علمایی که در مذهب حنفی آمده کار کردند. و این چونین حدیث ها هم یعنی همش در یک درجه نمی باشند. بعضی یعنی از جهت قوت هم اختلاف میکنند، بعضی ها صحیح، بعضی ها حسن، بعضی ها ضعیف، بعضی ها ضعیف جدا، بعضی ها موضوع. بعضی یعنی احادیث هم ناسخ و منسوخ دارن، یعنی که بعضی احادیث در اول اسلام یعنی نبی صلی الله علیه و فرمودند، بعد یعنی منسوخ می شوند، یعنی که دیگر به آنها عمل کردن یعنی چی می شود؟ حذف می شود. بعد یک حکم نو می آید که او را ناسخ گفته می شود و حکم قبلی را منسوخ گفته می شود. همین خیلی هم بعضی احادیث خاص و عام دارد، خاص به یک شخص می باشد یا خاص به بعضی اشخاص می باشد، خاص به زنها می باشد، خاص به مردم می باشد. همین خیلی در بین احادیث راجح و مرجوح مثلا هست، منقطع هست، موصول هست، متصل هست، معلول هست. خیلی درجه های احادیث هم زیاد هست و همه این فنها رو فهمیدن، از همه این دلایل با خبر بودن این کاری آسانی نیست که من و شما بکنیم. این رو باید یک مجتهد بکند. چند روز پیش یک خواهر به من یعنی یک آیه قرآن رو با ترجمهش روان کرد و به من گفت که تو یعنی جوابی که دادی در گروه فتوا آن نادرست است، چون که در این آیه این خل آمده است. من یعنی از اول یعنی فهمیدم که این خواهر برای فهمیدن و برای یعنی واضح ساختن یا برای علم آموختن پیش من نآمده است، برای بحث کردن آمده است، برای آنکه رد کند گپ من را و گپ خودش را بقبولاند آمده است. برای همین من همین قدر گفتم که خواهرم یعنی بارک الله فیکی، هیچ گپ نیست، مایلش شما ماشاءالله یعنی معلوم میشود که علم دارید، برای سوال کردن نزد من نآمدید، پس اینو بارک الله فیکم گفتم و گفتم السلام علیکم. باز هم با آنها یعنی چون که متوجه شوند، همچون خواهر ایمانی هم گفته، با آنها یک قسمتی تفسیر رو روان کردم، گرچند که حتی تفسیر رو عامی باید نگاه نکند. این خیلی یک کسی عامی که مثلا نخوانده باشد، علم را نآموخته باشد، نمیتواند که یک تفسیر رو باز کرده تفسیر یک آیه را اکنون بفهمد. باز هم من به آن خواهر چی کردم؟ از یک تفسیر برای همان آیت یک قسمتش رو روان کردم و برای که میدانم که این خواهر نمیفهمد تفسیر رو، من باید یعنی همان تفسیر رو برایش میفهماندم و گفتم خواهرم این یعنی ترجمه که روان کردی این از این حکم خیلی یعنی خارج کرده نمی شود. این آیه یعنی خیلی عمیق هست، یعنی علاوه از ظاهرش خیلی در باطنش یعنی احکام هست، خیلی باریکی هست به این آیت. چنانی که این مفسر درباره این آیت چنان میگوید، این مفسر درباره این آیت چنان میگوید، این خیلی فهماندم بخواهد و الحمدلله تا یک درجه یعنی فهمین نمیدانم یعنی قبول کرد نکن. به هر حال این یک مثال هست. همین خیلی هم در بین احادیث مسئله مثلا مس الذکر هست که یعنی بعضی احادیث آمده است که من مس ذکره فلیتوضا، یعنی که درباره دست زدن شرمگاه بعضی احادیث هست، یعنی بعضی حدیث ها هست که به این اشاره میکنه که کسی که شرمگاه خود رو دست بزند یا مردی که شرمگاه خود رو دست بزند یعنی که باید طهارت کند. و بعضی دیگر احادیثی هست که یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله به یک صحابی جواب میدهد که
که از یعنی از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرده است که من یعنی شرمگاه خود رو دست دادم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به او صحابی جواب میدهد که این یعنی شرمگاهت یک عضوی بدنت هست، یعنی طهارتت نمیشکند. پس بعض دلایل شریعت ظاهرا به یکدیگر مخالف معلوم میشوند. و مثلا در مسئله رفع الیدین بعضی احادیث ها این خیل هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط یک بار در اول نماز در وقت تکبیر تحریم یعنی دستهای خود را بالا کرد. بعضی دیگر احادیث هست که پیش از رکوع هم یعنی رفع الیدین کن دستهای خود را بالا کرد. و همین خیل دیگر احادیث هست، مثلا در مسئله نکاح کردن به غیر از ولی. حدیث های هست که به این اشاره میکند که زنی که یعنی اجازت ولیش اگر نکاح کنه نکاحش باطل هست. و در عین وقت دیگر حدیث های هست که به این دلالت میکند که زنی که یعنی بالغه باشد و زنی که یعنی کلانسال باشد و با عقل باشد، یعنی که بالغه باشد، میتواند که نکاح خودش را یعنی ها بگوید، یعنی انجام بدهد، یعنی به اجازت ولیش میتواند که ازدواج کند. پس اگر من از شما سوال کنم که شما چی طور این در بین این احادیث ها یعنی چی طور میتونید که این حدیث ها را حل کنید، جواب شما چی می باشد؟ جواب این همه اختلافات و این همه چیزها چی است؟ مذهب. چون که مذهب یک راه هست که ما میتوانیم که یک گروه عالمان را پیروی کنیم که همه این کارهایی که باید کرده شود پیش از استخراج کردن حکم همه این کار را بود میکند. مثلا اگر من مذهب حنفی را مثال بیارم، امام ابو حنیفه با 40 تا شاگرد خود میشیشت، شورا داشت، شورای 40 تا شاگرد میشیشت، مسئله به مسئله با آنها مشوره کرده و با دلایل شریعت توجه داده مسئله را گپ زده حکم خارج میکردن از منبعهای شریعت. بعد وقتی که آن حکم خارج میشد این را بعد میگویند فتوای امام ابو حنیفه یا فتوای مذهب حنفی. آدم ها گمان میکنند که یعنی وقتی که ما میگویم این از فتوای حنفی یا مذهب احناف، فکر میکنن که ما میگویم که میگوین قول امام ابو حنیفه، که گپ امام ابو حنیفه شما چرا گپ ابو حنیفه را پیروی میکنید؟ چرا گپ پیامبر صلی الله علیه و سلم را نه؟ کسانی که این خیلی سوال میکنن یعنی به مانند کودکان سوال میکنن. به این خیلی سوال کننده ها ما باید بگوییم که برادرم، خواهرم، وقتی که ما میگویم فتوای حنفی معنای این هست که علمایی که با امام ابو حنیفه که مجتهد بود، که شیشته بودن، که یعنی یک مسئله رو یعنی مشوره کرده، اجتهاد کرده، یعنی مذاکره کرده وقتی که گپ زدن و یک حکم استخراج کردن از منبعهای شریعت قرآن و سنت، این رو میگوین فتوای یعنی حنفی، یعنی که ما شریعت رو پیروی میکنیم، نه اینکه گپی که امام ابو حنیفه گفت از جیبش. امام ابو حنیفه هرگز این خیلی یک گپ رو از جیبش نگفته است. و اگر امام ابو حنیفه گاهی در یکم جا اگر خطا میکرد یا اینکه نادرست میفهمید، 40 تا شاگردانش همراهش بود که آنها هم قطیش چی میکردن؟ اجتهاد میکردن. گاهی مثلا امام زفر بود که یک چیزی میگفت، یک حکم را استخراج میکرد یا یک دلیل را پیش میکرد. گاهی امام محمد بن الحسن بود که یک دلیل را پیش میکرد. گاهی امام یعنی قاضی ابو یوسف یعنی یک حکم را پیش میکرد، یک نقطه را پیش میکرد. حسن اللؤلؤی و غیره و غیره. پس مذهب این را گفته می شود و ما باید خوب این را در فکر خود بگیریم. در این صحیفه می بینیم که نقطه یکم چی است؟ امامان مجتهد اصول و قاعده های خود را از منبع های شریعت، از منبع های ابتدایی شریعت که قرآن و سنت هست و منبع های دویم درجه یعنی شریعت که اجماع و قیاس هست، یعنی از اینجا استخراج کرده‌اند و تنظیم کرده‌اند و از این قاعده ها حکم های فقهی را برآوردند.
پس من در اینجا به شما فهماندنی هستم که اصول چی است. چون که پیش از یعنی اصلا پیش از آن که آدم فقه بیاموزد باید اصول الفقه را یعنی از اصول الفقه آگاه باشد. عموما در مدرسه ما اول سر میکنیم با مبادئ الاصول از امام البالنپوری، بعد میگذاریم به یعنی اصول الشاشی، بعد مثلا همین پارسال بود مسار الوصول الى علم الاصول از دکتر صالح ابوالحج رو خواندیم. مثلا همین خیلی کتاب های اصول هم درجه دارن. اصول فقه یعنی قاعده های فقه رو آدم اول می آموزد بعد فقه رو. اما چون که یعنی متاسفانه آدم ها یعنی شاگردان اونقدر یعنی صبر و تحمل ندارند و خیلی به هر سو یعنی داده می شوند و یعنی بعضی وقت توجهشان به هر طرف می رود. برای همین هست که ما یعنی کوشش میکنیم که تستر به اصل گپا برسیم. و من باید برای شما یعنی در همین مقدمه یک چند یعنی درس های اصول رو مختصر کرده برای شما بگویم. به هر حال چنانکه که میدانید منبع های شریعت چی است؟ قرآن و سنت. این درجه اول هست. این منبع های ابتدایی هست، یعنی که اولی هست، از همه مهمترین هست. و بعد از این منبع های شرعی اجماع و قیاس هم هست که اجماع قیاس رو عموما در درس های اصول یعنی خوانده می شود. اجماع یعنی که اتفاق کردن، متفق شدن. اتفاقی یا امت باشد یا اتفاق صحابه باشد. زیادی وقتی ما اجماع میگویم همچون یک منبع شریعت یا یک منبع استخراج کردن حکم، این اشاره میکند به اجماع صحابه رضی الله عنهم. یعنی که گرچند که مثلا اگر حدیث ظاهر نباشد یا آیه ظاهری نباشد، اما صحابه رضی الله عنهم برای یک حکم اگر متفق شوند، اتفاق کنند، این رو گفته می شود اجماع. یعنی که صحابه یعنی با ما اشاره می کند که صحابه رضی الله عنهم این گپ را یعنی باید از یگان پیامبر صلی الله علیه و میشنیدن یا از یگان جای یعنی از یگان منبع شرعی گرفتند که ما فهمیدن نمیتوانیم یا اینکه ما قید کردن نمیتوانیم. و قیاس یعنی مختصرا آن رو گفته می شود که وقتی که مخصوصا به یک سوالی که نابرآمد باشد یا به یک مسئله که یعنی در قرآن و سنت ظاهر نوشته نشده باشد، چی میکنیم؟ میبینیم که یعنی علت این چیز چی هست و آیا همین علت در یکم حکم دیگر وجود دارد. و اگر وجود داشته باشد یعنی که یک علت را ماننده علت را اگر ما یعنی ببینیم، به همین حکم نو همان حکم را میدهیم که یعنی حکمی یعنی پیشتره همان حکم دارد. یعنی که یک مسئله داریم که در کتاب که مثلا حدیث یا اینکه آیه قرآن با آن مسئله جواب داده هست و علتش را هم بیان کرده هست. بعد وقتی که مسئله نو رو ما یعنی دیدیم، برای مسئله نو هم به مانند مسئله پیشین ما حکم میدهیم. اما اگر شما اجماع قیاس رو نفهمید باقی ندارد. یعنی هدف من همین قدر هست که این 4 منبع های شریعت هستند. یعنی که از این جای ها ما احکام را استخراج میکنیم و همین اجماع قیاس هم یعنی بر قرآن و سنت یعنی برقرار هستند. قیاس هم همیشه علتش و غیره می رود یا به قرآن یا بر سنت. و از این منبع ها امام های یعنی مجتهدها چی میکنن؟ حکم استخراج میکنن. اولا از این منبع ها قاعده ها رو استخراج میکنن و بعد از قاعده ها احکام رو استخراج میکنن. نقطه دوم را اگر ببینید، امام های 4 مذهب عالمانی سلف هستند. سلف یعنی چی؟ یعنی که از خیر القرون، یعنی از دوران بهترین قرنهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره آنها فرموده است که به عربی هست خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. یعنی که و بعض احادیث و بعض طرق کمک کلمه های یعنی عربی دیگه خیلی دارند، اما خلاصی این حدیث چی است که بهترین مردمی اصل من هست، یعنی که صحابه، سپس آنانی که بعد از آنها آمدن یا می آیند یعنی که تابعین، و سپس آنهایی که
بعد از آنها می آیند، یعنی که اتباع التابعین. سپس دروغ یعنی پهن می شود تا این درجه که کسی یعنی شهادت پیش می کند پیش از آن که از او شهادت خواسته شود تا آخری حدیث. پس ما وقتی که مذهب رو پیروی میکنیم، مثلا 4 مذهب که هست، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، این 4 یعنی امام ها و شاگردان آنها از جمع تابعین و اتباع و تابعین می باشند. خصوصا امام ابو حنیفه سال تولدش 80 هجری هست و سال وفاتش 150، یعنی از جمع تابعین حساب میشه، چون که اقلا 1 صحابی رو دیده است، گرچندی که بعضی ها میگویند که 6 صحابه رو دیده است. و امام مالک که سال 93 هجری تولد شده هست، اتباع و تابعی هست، یعنی که تبع تابعی هست. و امام شافعی 150 و امام احمد، یعنی اینها هم تبع تابعی یعنی حساب میشوند و علمای یعنی خیر القرون یا علمای سلف حساب میشوند. پس یعنی پیروی کردن از مذهب نه فقط یعنی ما را از خطا کردن باز می‌دارند، بلکه ما عین علمای سلف را پیروی میکنیم. آن عالمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما یعنی توصیه داده است و ما گفته است که آنها را ما باید پیروی کنیم. ما باید از خیر القرون پیروی کنیم. نقطه دیگه بعدی چی هست که تقلید کردن، یعنی که تقلید معنایش این هست که یک مذهب را پیروی کردن. یک مذهب را پیروی کردن یکی از تقلید کردن یکی از مذهب ها برای شخصی عامی، یعنی که برای کسی که مجتهد نباشد ضروری هست. آدم نمیتواند که بگوید من یکم مذهب رو پیروی نمی کنم، من قرآن و سنت رو پیروی می کنم و خودش رفته قرآن رو باز کند، حدیث رو باز کند و یعنی فکر کند که به هر مسئلهش میتواند که یک آیه رو پیدا کند یا اینکه یک حدیث رو پیروی کند. آدم نمیتواند که برای هر یک مسئله یا آیه قرآن رو پیدا کند یا اینکه حدیث نبوی را. بعضی یعنی حالت ها می شود که از جهت قیاس آدم باید حکم رو استخراج کند، یعنی که یک حکمی نو هست. مثلا در وقت کرونا ویروس بعضی مسائل پیش شده بود که در یادم هست، از من هم یعنی کمتر سوال شده بود. در وقت نماز خواندن، در وقت جماعت مردان آیا می توانند که جدا جدا یعنی در صف ها جدا جدا ایستادن نماز بخوانند؟ آیا اجازه دارند که ماسک بپوشند و غیره و غیره؟ جواب این مسئله ها رو ما از کجا میگیریم؟ بعضی وقت ما باید از قیاس بگیریم، یعنی که علتی این کار رو میبینیم یا اینکه حقیقت یک مسئله رو خوب میفهمیم و کوشش میکنیم که در قرآن و سنت نظر کنیم که آیا به مانند همین صحنه، به مانند همین سؤال یگان واقعی پیش آمده بود قبلا که در کتابی یا در قرآن و سنت یعنی به مانند همین یک مثال هست، تا اینکه ما بتوانیم که همین حکم نو را به حکمی که در یعنی در قرآن و سنت آمده است ما یعنی یک حکم بدهیم. پس کسانی که مجتهد نیستن و چنان که من گفتم اجتهاد یک درجه خیلی خیلی اعلا هست، درجه هست که آدم باید یعنی قریب از تمام دلایل یعنی شریعت باید با خبر باشد و این درجه نیست که من و شما به آنها رسیده بتوانند. و انشالله بعد از 1-2-3 صحیفه شما درجه یعنی فقاهت را یا درجه فقیه بودن را هم میبینید که چند درجه هست. نقطه بعدی چی هست که امام الحرمین، این فقط یکی از یعنی عباره های هست که در مورد واجب بودن تقلید کردن من برای شما میدهم، گرچند که شاید شما انقدر این مسئله رو نفهمید. یکم روز دیگر درباره تقلید یعنی همه دلایل و غیره رو من یعنی با یکم ویدیو یعنی پیش میکنم که برای یک مذهب بودن برای چی مهم هست. به هر حال امام الحرمین ابو المعالی عبد الملك ابن یوسف الجوینی یعنی در کتابش البرهان نوشته است که عالمان متخصص و موافق رسیدن یعنی متفق هستند که به عامه لازم هست، یعنی که علیهم یعنی که به آدمان عامه لازم هست که پیروی
مذهب های 4 امام را کنند که تحقیق و تدقیق کامل کرده‌اند. یعنی که چهار امام تدقیق و یعنی خوب تحقیق کردند و خوب یعنی با دقت مسائل را استخراج کردند و دیگر چی کردند؟ بابهای فقهی را تنظیم نمودند و شرایط حکمها را ذکر کردند. یعنی که همه یعنی کاری که باید مجتهد بکند، همه کاری که یک عالم باید برای استخراج حکم بکنند، الکی 4 مذهب، امام های 4 مذهب این کار را کردند و حتی بعد از آنها شاگردان آنها این احکام را یعنی درست کرده و ترجیح داده پیش بردند. این خیلی نیست که یک کس 6 تا از امام ابو حنیفه در یک جا 6 تا همه احکام را استخراج کرد تمام، در بعضی هاش خطا کرد، در بعضی هاش یعنی صواب کرد. این خیلی نیست. امام ابو حنیفه با یک شورا چنانی که گفتم میشیشت و بعد از امام ابو حنیفه و شاگردانش دیگر طبقه علما آمدن که این احکام ها را نظر کردند، در دلیل هایشان نظر کردند، دیدن که آیا این دلیل ها درست هستند. پیش از آن که این یک دو سه یعنی بچه حکایی که در یوتیوب هست، پیش از آن که این یک دو سه یعنی اعتراض کنندگان که آمدن و یعنی به خلاف مذهب حنفی یعنی اعتراض کردن، پیش از همه اینها الکی یعنی همه اعتراض ها رو دیدن، همه یعنی دلایل رو نظر کردن و احتیاط کردن و کوشش کردن که احکام های مذهب حنفی درست باشند. و گاهی این خیلی شده است که بعضی فتواهایی که امام ابو حنیفه داده است، بعضی وقت آنها با مرور زمان یعنی فتوا به دیگر فتوای دیگر عالم یعنی داده شده است و از فتوای اولین یعنی به فتوای نو یعنی گذشته شده است. و علاوه از امام یعنی امام الحرمین الجوینی، دیگر یعنی امام های هست که درباره واجب بودن تقلید کردن یک مذهب برای عامی یعنی در کتاب های خود نوشتند. مثلا یعنی ما داریم شیخ الاسلام احمد بن حجر الهیثمی در کتابش تحفة المحتاج في شرح المنهاج، یا مثلا امام نووی در المجموع شرح المهذب نوشته است درباره تقلید. و این چنین یعنی امام شعرانی هم هست در المیزان الكبرى، امام شمس الدین الذهبی هم در سیر و اعلام النبلاء وقتی که گپی امام ابن حزم رو وقتی که آورد، امام ابن حزم یک ظاهری بود، یعنی که یک کسی بود که فقط به ظاهری آیت های قرآن و ظاهری سنت احادیث نظر کرده از آنها حکم استخراج میکرد. و برای همین هست که مذهب ظاهری خیلی یک مذهبی هست که یعنی حکم های دارد که آدم خیلی یعنی تعجب میکند، چون که همین یعنی ظاهری دلایل را نظر کرده حکم را استخراج کرده است امام یعنی ابن حزم الظاهری و یعنی داود الظاهری و غیره. وقتی که امام ابن حزم گفته یک وقت که من حق را پیروی میکنم و من اجتهاد میکنم و من به یگان مذهب پیروی نمیکنم، این خیلی گفت یک روز. و امام ذهبی این کلامش را در کتابش آورد و گفت که بله این کار فقط برای مجتهد هست، یعنی که به یگان مذهب پیرو نشدن این کاری امام مجتهد هست. یعنی که امام ابو حنیفه ضرورت نیست که به یگان مذهب باشد، چون که خودش چی است؟ خودش امامی اجتهاد هست، امام مجتهد هست. برای همین هست که امام ابو حنیفه خودش یگان مذهب ندارد و امام هایی که در وقت امام ابو حنیفه بودند آنها هم یگان مذهب نداشتند، چون که آنها چی میکردند؟ از دوران تابعین بود، از تابعین میپرسیدند و تابعین از صحابه میپرسیدند و در دوران صحابه رضی الله عنهم از نبی صلی الله علیه و آله میپرسیدند. اگر ما هم در دوران صحابه رضی الله عنهم می بودیم یا اینکه در دوران نبی صلی الله علیه و آله می بودیم، ما میتونستیم که یعنی راست از نبی صلی الله علیه و آله یا اینکه از شاگردان پیغمبر صلی الله علیه و آله بپرسیم. اما چون که ما نیستیم و چون که ما مجتهد هم نیستیم، برای ما لازمی می شود که ما پیروی یک گروه علمای را بکنیم که مجتهد هستند
و از قرآن و سنت الکی به ما حکم استخراج کردن و کاری ما فقط چیست، واجبی ما فقط چیست که ما احکام شریعت رو بیاموزیم و به عمل بیاریم. مخصوصا برای شاگرد فقه ضروری نیست که یعنی دلیل و دلیل بازی کند، حتی یعنی قوت دلیل رو فهمیدن هم ندارد. به هر حال یعنی دیگر علما هم هستن، امام مرداوی از مذهب یعنی حنبلی، امام زرکشی یعنی البرهان المحیط، البحر المحیط و دیگر یعنی علما که هستند. امام ابن رجب الحنبلی حتی یک کتاب را نوشته است رد به کسانی که یکی از 4 مذهب را پیروی نمیکنند. همین خیلی زیاد یعنی علما هستند که من همین خیلی بعضی نمونه را به شما پیش کردم که گفتند که با یک مذهب بودن این برای کسی که عامی هست واجب هست، چون که او قوت استخراج کردن احکام از قرآن و سنت رو ندارد. دوام میدیم. چون که میبینید درجه های فقیهان حنفی اصلا گپ جالب این هست که من این یعنی همین موضوع رو در وقتی دارالافتا بودنم یاد گرفتم. تا 8 سالی که من اول علم آموختم این یعنی از این چیز با خبر نبودم و بعد وقتی که در افتا رفتم، یعنی که در دارالافتا دارالفتوا وقتی که من درس خواندم بعد از این چیز آگاه شدم و شما ماشاءالله در یکم درس. اما فرق بین یعنی من و شما چیز که من وقتی که در مدرسه بودم از تمام این اختلافات و از اینترنت و از این چیزها دور بودم. خودم رو یعنی سرم خم یعنی با صبر و با تحمل اول همه چیزها رو یاد گرفتم، یعنی همه فنهایی که در مدرسه بود آنها رو اول کوشش کردم که خوب یاد بگیرم. با گپی و با حکمی که یعنی استادم میگفت و بر فتوایی که یعنی که مفتی صاحب میداد آنها رو قبول کرده، به یکم دلایل قبول کرده آنها رو به عمل به جای می آوردم. بعد آهسته آهسته شد که من وقتی که یعنی درس هایم رو ختم کردم بعد رفتم دلایل مذهب رو آموختم. بعد فهمیدم که مثلا یعنی وقتی که استادهایم جواب میدادن از کدام جای جواب میدادن، به کدام دلیل جواب میدادن، قناعتم بیشتر و بیشتر شد و فهمیدم که یعنی استادان من همیشه وقتی گپ میگفتند یا وقتی که جواب میدادن فتوا میدادن همیشه یعنی از قرآن و سنت جواب میدادن، یعنی که از جای درست جواب میدادن. اما یعنی شما در دورانی هستید که متاسفانه در اینترنت و در تلگرام و در اینجا در آنجا خیلی گپ زیاد هست. این کس رو یعنی به این طور دور میدهد، این کس به این کس اعتراض میکند، این کس به این کس رد میکند. پس برای همین هست که همه یعنی شیست همه پراگنده شده هست و همه سرگم زده هست که نمیداند که چی رو پیروی کند. برای همین هست که آدم باید از یک جای سر کند و آهسته آهسته پیش رود. بعد وقتی که مثلا پورا وقتی که یاد گرفتید بعد فکر کردید که نه مثلا من فکر میکنم که من در این مسئله این خل میکنم یا من مثلا از مذهب حنفی منتقل میشوم یا مثلا یکم اگر خواستید یکم یعنی فکر و اندیشه داشته باشید بعد آن وقتی فکر و اندیشه داشتن هست. اما یعنی برای حال شما باید چی کنید؟ خوب یعنی علم رو بیاموزید. به هر حال این درجه ها رو که میبینید اولش من این درجه های چی است به مرور تاریخ این علما و مجتهدانی بود که در مذهب یعنی امام ابو حنیفه آمدند و یعنی دیگر مذهب ها همین خیل داشتند طبقه ها، اما این خاص هست به مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله. اول وقتی که یعنی قرآن نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم احکام رو گفت، احادیث یعنی وارد شدند و صحابه ها یعنی به قرآن و سنت عمل کردند و بعضی یعنی اقوال خود را هم گفتن، فتواهای خود را هم دادن. بعد از صحابه ها چی شد؟ تابعین آمدن یعنی صحابه ها را پیروی کردند، اقوال صحابه ها را پیروی کردند، یعنی درس هایی که صحابه رضی الله عنهم با آنها میدادن پیروی کردند. بعد اتباع تابعین آمد. به وقتی که اتباع تابعین آمد یعنی که همین مجتهدین فی الشرع، یعنی که همین 4 مذهب 4 امام و علاوه از این 4 امام هم دیگر امام ها بودند در عین وقت، یعنی که بود امام اوزاعی، بود امام لیث بن سعد و غیره، ابراهیم النخعی و غیره. یعنی آنها هم مجتهد بودند، آنها هم تا یک درجه یعنی پیروان خود را داشتند، مخصوصا امام اوزاعی مثلا. اما همین 4 مذهب مونده هست، برای همین ما میگوییم 4 مذهب.
اینها چی کردن؟ اینها اتباع و تابعین بودن، خوب اکثریتش. و چی کردن؟ تمام دلیل های مذهب رو نگاه کرده، از این دلیل ها چی کردن؟ اصول استنباط کردن. یعنی که یعنی یک متدولوژی که میگوییم، یعنی که بعضی قاعده ها که میگوییم، قاعده ها رو استخراج کردن که قاعده ها برای یعنی باب طهارت، یا بعضی قاعده ها درباره نماز، بعضی احکام رو استخراج کردن، قاعده ها رو استخراج کردن. مثلا یک قاعده رو من، قاعده چی معنا داره اگر نفهمید، مثلا در آیه قرآن آمده است که مثلا کوتاه کرده میگویم که وقتی که انسان یعنی در حالت اضطرار هست، در حالت یعنی مجبوری هست و در یک جای باشد که یکم طعام یکم خوراک نباشد، فقط گوشت خوک باشد، الله سبحانه و تعالی میفرماید که فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. یعنی که میتواند که به قدر ضرورت از همان یعنی گوشت خوک هم اگر باشد میتواند که استعمال کند به قدر ضرورت تا اینکه یعنی نمورد، میتواند استعمال کند، چون که این حالت اضطرار هست، حالت مجبوری هست، ناچاری هست. پس از این آیه چی میکنن؟ یک قاعده رو استخراج میکنن که مثلا همین قاعده که از این آیه استخراج شده هست این هست که الضرورات تبیح المحظورات. یعنی که حالتهای ضروری و ناچاری، بعضی چیزهایی که یعنی عموما یا اصلا ناجایز هستن یا حرام هستن، آنها رو برای قدری ضرورت حلال میسازن. چطوری که گوشتی خوک برای آدم مضطر، برای آدمی که اضطرار هست یعنی که ضرورت دارد به یک وقت موقتی، به یک مقدار موقتی یا کم یا ضروری چی می شود؟ حلال می شود. همین خیلی هم در دیگر یعنی صحنه ها این قاعده شده، یا از حدیثی لا ضرر ولا ضرار، همین قاعده هم همین خیلی هست. لا ضرر ولا ضرار، آدم باید به خود نه به خود و نه به دیگران ضرر رساند، و نه همچون قصد گیری به کسی که به او ضرر رسان ضرر برساند. یعنی این را میگویند قاعده های شرعی. وقتی که قاعده شرعی باشد، آدم میتواند که به بیشتر و بیشتر مسائل چی کند؟ جواب بیابد. اما اگر یعنی برای هر مسئله اگر ظاهرا یعنی لفظ به لفظ اگر آدم دلیل بکوبد، نمیتواند که به هر یک مسئله یعنی لفظ به لفظ دلیل بیابد. پس چی کردن؟ امام ها مجتهدینی که فی شرع بودن، یعنی که در شریعت مجتهدان که بودن، امام ابو حنیفه، امام مالک و غیره، اینها همین خیل احکام و قاعده ها و اصول ها را استخراج کردن. بعد شاگردان آنها مجتهدین فی المذهب، یعنی که کسانی که مجتهد بودن در داخل مذهب چی کردن؟ این قاعده ها را استعمال کرده احکام استخراج کردن، بیشتر و بیشتر حکم ها را استخراج کردن ما تحت همین قاعده ها، و در همین بگویم در زیر اصول هایی که یعنی امام مذهب از قرآن و سنت استخراج کرد. و بعضی وقت بود که مثلا از اصول مذهب کمک بیرون می شدن، اما عموما در زیر همین مذهب یعنی می بودند. سوم، المجتهدین فی المسائل. بعد گروه شاگردان مذهب آمد، یعنی که همین خل به مرور زمان چی شد؟ پایانتر و پایانتر، یعنی هر خل طبقه های فقها آمدن که مذهب را پرتر و پرتر و کاملتر و کاملتر ساختن، مسائل را بیشتر و بیشتر استخراج کردن. و اینها چی کردن؟ یعنی در مسئله هایی که یگام حکم یا فتوا نبود، با آن مسئله ها چی کردن؟ مسائل استخراج کردن. مثلا اگر قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، اگر اینها به یکم چیز جواب نداده بودن، اینها چی میکردن؟ به این خیل مسائل حکم استخراج میکردن. اینها رو میگوین مجتهدین فی المسائل. مثلا در مذهب امام ابو حنیفه ما داریم امام طحاوی، امام ابو الحسن الکرخی، امام سرخسی، امام بزدوی و مثلا دیگر مذهب ها عالمان خود را دارند. و بعد از اینها اومدن طبقه اصحاب تخریج، اصحاب التخریج. آن یعنی علما رو گفته می شود از اینجا اکنون، از این قسمتی 4 تا 6 اینها دیگر اجتهاد نمی کنند. البته اجتهاد شده هست،
مجتهد نیستند. اینها فقط چی میکنن؟ دیگر کارها را انجام میدهند تا اینکه مذهب پرتر و کاملتر شود. پس یعنی اصحاب تخریج چی کردن برای ما؟ مثلا امام رازی، اینها میدیدن این اقوال و این دلایل را و بعض وقت فتوا یعنی نمایان نمی بود، یعنی ظاهر نمی بود که در بین اینقدر دلیل و اینقدر یعنی اقوال کدامش یعنی چی هست؟ فتوا هست. پس اینها چی میکردن؟ دلیل ها رو یعنی جدا میکردن، فتواها رو جدا میکردن و فتواها رو یعنی در کتاب های خود پیش میکردن تا اینکه معلوم شود، یعنی عیانا معلوم شود که فتوای مذهب چیست. مثلا در مذهب امام ابو حنیفه یعنی امام قدوری این خل کار کرده هست، امام کاسانی در البدایع و صنایع، یا اینکه امام مرغینانی در کتابش این خل کرده است، در کتابش الهدایه و غیره. اینها چی کردن؟ دلیل ها رو کمتر دور کردن از فتوا و فتواها رو یعنی روشن کردن که در این مسئله یعنی حکمش چی است. دلیل یک طرف اما حکمش چی است، تا اینکه آدم بفهمد، مستفتی بفهمد، سوال کننده بفهمد که من در این حالت چی بکنم. و بعد از اینها دیگر علمای آمدن که دیدن که علاقه اینقدر کار بود شده هست، آنها چی کردن؟ ترجیح دادن. اصحاب ترجیح یعنی که فتواها رو دیده بعضی وقت در یک مسئله دو یا اینکه بیشتر فتوا می بود در یک مذهب، یعنی در عین مذهب چندین تا فتوا می بود برای یک مسئله. پس آنها چی میکردن؟ در بین فتواها ترجیح میدادن. مثلا میگفتن که این فتوا دلیلش قوی تر هست، پس ما این فتوا رو ترجیح میدیم. و مثلا امام قدوری هم تا یک درجه از اصحاب ترجیح بود. امام مرغینانی یعنی مؤلفی الهدایه تا یک درجه این کارو میکرد و دیگران. و دیگر داریم یعنی اصحاب التمییز یا اصحاب التمییز، یعنی کسانی که از همه فتوای قوی را یعنی ظاهر میکردن و در بین فتوای قوی یا ضعیف یا دلیل قوی و ضعیف چی میکردن؟ یعنی روشنی میانداختند و میگفتند که کدامش یعنی ظاهری روایه هست یا اینکه کدامش روایه یا اینکه قولی از همه یعنی قوی تر هست در این مذهب. که در مذهب حنفی مثلا ما داریم امام موصلی که این کارو میکرد، مؤلفی یعنی کنز الدقائق یا اینکه مؤلفی الوقایه یا المجمع این کارو میکرد. پس شاید شما نفهمیدین که همه این چی معنا دارد و چی هست. این باقی ندارد اگر نفهمیدین، باقی ندارد. اما یعنی نفهمیدید باقی ندارد، اما پس بفهمید که یعنی اعتراض کردن شما به جای هست. اگر این قدر رو نفهمیدید اعتراض کردن شما به جای هست. اما کسانی که اعتراض دارن بفهمند که مذهب حنفی فقط گپ یک شخص نیست، آن هم از آسمان نیست. مذهب حنفی و این چنین هر 4 مذهب یعنی به صاحب نیستند. صدها علما آمدن تا اینکه یعنی قانونهای شریعت را درست و بهتر و خوبتر و کاملتر بسازند. اما این کار باید با تدریج کرده شود. اول باید یعنی یک مجتهدی مطلق باید به قانونهای به دلایل شریعت نگاه کند، قاعده ها را استخراج کند، بعضی احکام را استخراج کند. بعد آهسته آهسته چی میشه؟ شاگردان آن مجتهد مطلق یعنی آنها چی میشوند؟ مجتهد منتصب میشود. آنها چی باید بکنند؟ بیشتر قاعده ها را استخراج کنند، بیشتر احکام را استخراج کنند. بعد دیگران می آیند دیگر مسائل را استخراج می کنند، بعد دیگران می آیند یعنی ترجیح می دهند در بین مسائل. یعنی هدفی یعنی پیش کردن این برای شما این هست که شما بفهمید که مذهب حنفی یعنی قانونهایی که در کتاب‌های مذهب حنفی ما برای شما پیش میکنیم همچون جواب، آنها به قرآن و سنت برقرار هستند. و من نمیگویم یک مولای دیگر نمیگوید، یک مولانا، یک شیخ دیگر این حکم را برای شما پیش نمی کند. از ذهنمون این احکام را نمیگوییم.
این قولی هست که یعنی برمیگردد به علما، یعنی به مجتهدین، به یعنی تابعین که حتی یعنی فارس زبان نبودن، یعنی بعضی ها بودن اما یعنی زیادیش یعنی از اول عرب بودند. و بعد از این آخران طبقه مفتیان هست، یعنی که مفتیان چی کار میکنن؟ مفتیان اجتهاد نمیکنن، یعنی که در دلایل مذهب داخل شده احکام را استخراج نمیکنن. آنها تنها به کتاب های فتوا مراجعت کرده بیان میکنن که در این یعنی مسئله فتوا چی است، نقل میکنن فتوا را. پس شما اگر دقت کنید مفتی بودن، گرچندی که زیادی آدم ها چی فکر میکنن که مفتی بودن چقدر درجه کلان هست، و بله یعنی مفتی ها یعنی باید حرمت شوند، باید احترام ببینند. مفتی ها یعنی به آسان مفتی شدن آسان نیست، اما شما ببینید که اصلا بحر علم اینقدر وسیع هست که مفتی بودن از همه درجه آسان ترین و پایان ترینش هست. این یعنی مجتهدین فی الشرع بودن، مجتهدین فی المذهب بودن، یعنی امام ابو حنیفه و امام مالک و شاگردان آنها بودن که اصلا به یک درجه خیلی خیلی اعلا رسیدن و قریب که در یعنی در اجتهادشان یعنی کامل شدن. پس مفتی بودن همین قدر هست که فتوایی که الکی یعنی داده شده هست ما همان فتوا رو پیش میکنیم به سوال کننده. پس اگر مفتیا این قدر پایان باشن یعنی از درجه علم، فکر کنید مفتی اگر اینقدر یعنی پایان باشد پس آدم عامی چی طور هست؟ آدمی که یعنی حتی تا درجه عالم هم نخوانده باشد چقدر جاهل باید باشد؟ شما این را دقت کنید. برای همین ما میبینیم که در بین ما اینقدر اختلاف هست، چون که کسانی که یعنی حقداری گپ زدن در شریعت ندارن، یعنی که حق ندارن که در شریعت گپ زنن، آنها در شریعت خیلی زیاد گپ میزنن، آنها از همه زیاد گپ میزنن. برای همین هست که متاسفانه یعنی در بین امت اینقدر اختلاف هست، اینقدر شب و شب هست، چون که جاهلان یعنی خیلی زیاد گپ میزنن. شما یک چیز را من برای شما یک چیز میگویم که از جهت آداب، از جهت اخلاق طالبه علم خیلی مهم هست شما این را در پیش خود قید کنید. چقدری که انسان علمش زیاد شود همین قدر یعنی خودش پایان می شود، همین قدر خودش وزنین می شود، همین قدر خودش با وقار می شود. چون که وقتی که آدم علم می آموزد آگاه می شود که سبحان الله من چقدر را نمیدانم، من چقدر را نمیدانم. اما کسانی که یک دو سه کتاب را میخوانند، یک دو سه چیز را یعنی از دو سه چیز آگاه میشوند، آنها در فکر میکنند که آنها خیلی دانا هستند. این جای تأسف است. پس کسی که میخواهد که طالبه حقیقی شود یا مثلا طالب علم حقیقی شود، شما باید خیلی مهنت کنید، چندین سال به خاموشی بشینید در نزد یک استاده علم را بیاموزید، چندین کتاب ها را بخوانید، ختم کنید، یعنی وقت خود را قربان بکنید و بعد میبینید که علم انسان را چقدر تبدیل میکند. اگر شما بخواهید که کسی که عالم حقیقی هست از کسی که جاهل هست فرق کنید، شما همین خیلی ببینید که کی فروتن هست، کی اخلاق خوب دارد، یعنی کی یعنی با تکبر نیست و این چونین کی میتواند که یعنی دلایل را پیش کند و یعنی مسئله را خوب بفهماند. این هم مهم هست. اما اکثریت کسانی که فقط رد میکنند، فقط یعنی گپای بد میگویند، مشرک میگویند، مبتدی میگویند، کافر میگویند، دیگران را، خواهران و برادران مسلمان خود را هر خیل نام ها میگذارند، آنها آیا در حقیقت آنها علما هستند؟ اکنون یعنی اگر تا حال خواب بودن بیدار شوید انشالله. بعضی کتاب های فقه حنفی من برای شما همین خیلی بعضی کتاب هایی که شاگردان عموما باید درس بخوانند برای شما میگویم
تا اینکه شما بفهمید که علم یعنی چقدر چقدر هست، چقدر عمیق هست و چقدر کتاب ها رو باید آدم بیاموزد پیش از آن که عالم شود و بعد از آن مفتی شود. و مفتی بودن هم چقدر یک درجه یعنی پایان هست، چقدر یک درجه آسان هست به نظر بر بحر علم که هست، نظر بر مجتهدین که به مانند امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی بودن و غیره. پس عموما یعنی در مدرسه های ما وقتی که ما اول فقه می آموزیم، الفقه الميسر شروع میکنیم از این کتاب، چون که میبینید الفقه الميسر على مذهب الامام العظم ابي حنیفه النعمان. و این کتاب فقط 5 باب فقه را دارد: طهارت یعنی نماز، یعنی صلاة، صوم، زکات، حج. همین 5 باب عبادت را میفهماند. شیخ شفیق الرحمن الندوی این را تصنیف کرده است. عموما ما از همین شروع میکنیم، اما این کتاب فقط همین خل نقطه به نقطه همین خل حکم ها رو بیان میکند، قانون ها را نمیگوید که دلیلش چیست، چون که اول وقتی که شاگرد وقتی که فقه را میآموزد از دلیل شروع نمیکند. شما از کجا یعنی دلیل ها رو بفهمید؟ قوت دلیل فهمیدن در شما عالی نیست. برای همین هست که عموما از این کتاب سر می شود. اما شما ماشاءالله از این کتاب چی کردید؟ پریدید با کتاب نور الایضاح که انشالله هفته دیگر ما سر میکنیم، درس یکم از طهارت. اما باقی نداره، چون که کتاب نور الایضاح هم بعضی وقت درجه اول هم درس داده می شود و بعضی وقت بعد از کتابی الفقه الميسر درس داده می شود. نور الایضاح و نجات الارواح از امام شرنبولاری رحمه الله تعالی هست. و این بخشش و این هم یعنی قسم عبادت رو دارد، یعنی که 5 باب یعنی 5 بابی فقه را دارد، بیشتر ندارد، دلایل مذهب را اونقدر ندارد. اما انشالله وقتی که شما با استاد با معلمه وقتی که درس بخونید، من یعنی تا یک درجه به شما دلیل ها رو میفهمونم، اما همه دلیل ها رو نمیفهمونم، چون که شما قوت دلیل فهمیدن تا حال ندارید. انشالله سال دوم، اگر در سال دوم یا اینکه در سال سوم وقتی که من به شما مختصر القدوری رو دست بگیرم، بعد شما بروید به الهدایه، بعد آن وقت انشالله تا یک درجه دلایل مذهب رو یعنی می آموزانم. به هر حال این کتابی هست که انشالله در همین درس ها ما میخوانیم از امام شرنبولاری در فقه حنفی. اما عموما بعد از این در مدرسه ها چی می شود؟ کتابی الاختیار لتعلیل المختار رو درس میخوانند که از امام الموصلی رحمه الله می باشد. امام موصلی یعنی کتاب المختار رو تصنیف کرد، بعد برای کتاب المختار بر متن مختار چی کرد؟ الاختیار رو تصنیف کرد تا اینکه شرح شود برای المختار. به هر حال بعد از این زیادی مدرسه ها چی میکنن؟ چون که قدوری خیلی دراز هست، چی میکنن؟ کتاب الاختیار رو هم میگذارن از نور الایضاح، یعنی میگذارن به مختصر القدوری که از امام القدوری می باشد رحمه الله. و مختصر القدوری که هست خیلی بابهای یعنی فقهی زیاد دارد، قریب 64 یعنی ابواب فقهی دارد، همه ابواب فقهی را دارد، اما از جهتی یعنی دلایل همه دلایل را پیش نمی کند، چون که اینها یعنی این علمایی که این کتاب ها را تصنیف کردن عموما اینها برای آن این کتاب ها را تصنیف کردن تا اینکه برای عوام یعنی که برای طالبای علم آسان شود حکم را بفهمند و تمام. چون که ما علاقه میدانیم این را قید کرده ایم که به هر حکمی مذهب امام ابو حنیفه دلیل هست. این را علاقه علما یعنی قید کردن. پس دانستن دلیل در این زمانه ضروری نیست. چون که چی میکنید؟ آیا حکم را دیگر میکنید؟ نه، چون که دلیل هست و دلیل درست هست. همین خیل برای همین هست که یعنی در این وقت دلیل را آموختن و دلیل بازی کردن ضروری نیست، چون که علاقه دلیل پیش شده است و یعنی دلیل مخالف به دلیل مخالف جواب یعنی داده شده است و دلیل ها را و فتواها را ترجیح داده شده است. پس یک شاگردی که نو سر میکند فقه را یا اینکه یک عامی که میخواهد که تا یک درجه فقه خود را بیاموزد، این کتاب ها را آموخته احکام را میآموزد که در این وقت این کار را کردن در کار، در این وقت این کار را کردن در کار، این حلال هست، این جایز هست، این ناجایز هست، اما دلیل ها را نمیخواند. به هر حال در مختصر القدوری یعنی خیلی زیاد ابواب فقه هست و غیر از 5 تا که دایر به عبادات هست، معاملات هم هست، یعنی که
یعنی طلاق هست، کتاب الطلاق، کتاب النکاح، کتاب الخل، کتاب العده، کتاب النفقات، یعنی کتاب البیوع هم هست، الصید و الذبائح هم هست، یعنی الشربه هم هست، الحظر و الإباحه هم هست و غیره و غیره. و بعد از این عموما در درجه آخری یعنی عالمه در مدرسه های حنفی کتاب الهدایه را درس داده می شود. الهدایه شرح بدایه المبتدی از امام مرغینانی رحمه الله، چون که این کتابی یعنی از همه یعنی بلندترین هست برای درجه عالم، چون که یعنی دلایل مذهب را هم پیش می کند و زیادتر به مذهب شافعی اما با دیگر دلیل ها هم جواب می دهد. یعنی امام مرغینانی دلیل مذهب حنفی را پیش می کنند در عین یعنی پیش کردن احکام و با بعض دلیل هایی که دیگر مذهب ها دارند، مخصوصا مذهب شافعی، با آنها جواب میگرداند که برای چی ما این دلیل را نگرفتیم، این دلیل را گرفتیم. خب و اکنون زیادی وقت یعنی در مذهب های در مدرسه های یعنی حنفی که یعنی در پورا جهان هست، مثلا در هندوستان و پاکستان، در جنوب افریقا، در یعنی حتی در افغانستان و در تاجیکستان و در ماوراء النهر مدرسه هایی که هست یا اینکه یعنی علمایی که هست، آنها همین کتاب ها رو می آموزند، چون که مذهب هم یعنی در اول یعنی که در اول وقتی که مذهب قایم شده از دوری یعنی تابعین به هر یک یعنی به هر یک دولت به هر یک جای دنیا یک مذهب دیگر بود. مثلا امام مالک چون که در مدینه تولد شده، در آنجا کلان شد، در آنجا یعنی عالم بود، یعنی مذهب امام مالک اولا در مدینه خیلی پهن شده بود، یعنی در مدینه مالکی بودند، حالا نیستن، حالا زیادتر حنبلی و سلفی هستند، اما اولا یعنی در مذهب امام مالک بودند. حالا یعنی یعنی طرف ماروکو هستند که مالکی هستند، بعضی یعنی دولت های افریقا مالکی هستند، بعضی دولت های یعنی عرب مالکی هستند، اما و در اندلس هم و در اسپین هم یعنی مسلمان هایی که در آنجا هستند، اسپانیا، آنجا هم مالکی هستند. به هر حال امام مالک چون که در مدینه کلان و تولد شده، در آنجا مذهب امام مالک بوده. امام شافعی در مکه یعنی دعوت خود را داد و در آنجا یعنی مذهبی یعنی امام شافعی پهن شده تا یک درجه، و امام ابو حنیفه و امام احمد که بودند در عراق بودند و در عراق و در کوفه و در یعنی در بصره یعنی مذهب امام ابو حنیفه پهن شده بود. بعد این بعد بود که مذهب امام ابو حنیفه خیلی پهن شده، خیلی کلان شده و حتی یعنی زیادی دولت های فارس زبان یعنی ماوراء النهر، تاجیکستان و ازبکستان و یعنی پاکستان و هندوستان و افغانستان و این جایها یعنی حنفی می باشند، چون که حنفیت یعنی که همین طریقه فهمیشی دلایل مذهب، همین طریقه فهمیشی شریعت به همین دولت ها پهن شده و خاصتا چون که در یعنی الدوله العباسیه در وقت یعنی خلافت عباسی یعنی خلفایی که آمده بودن، خاصتا یعنی هارون الرشید و غیره، آنها چی کردن؟ پیروی مذهب حنفی بودن، برای همین بود که مذهب حنفی اینقدر زیاد پهن شده. به هر حال کسانی که بخواهند که اکنون تا درجه افتاء یعنی مفتی شدن درس بخوانند، آنها دوام میدهند به کتاب هایی که دلایل مذهب را بیان میکنند، مثلا یا اینکه فتوای مذهب را میدهند با دلایل. مثلا یک کتابی که من خیلی با آن مراجعت میکنم در وقتی فتوا دادنم، این کتابی رد المحتاج هست که حاشیه ابن عابدین میگویند، یعنی که تصنیف کرده امام ابن عابدین الشامی هست که یعنی رد المحتار على الدر المختار می باشد. این کتاب فتوای مذهبی حنفی هست که امام ابن عابدین الشامی با دلایل پیش می کند. حجمش رو ببینید که چقدر کلان هست، چقدر پر از دلایل هست، پر از فتوا هست. به هر حال دیگر کتابی که من یعنی در افتا و شاگردان افتا یعنی که درس می خوانند و تمرین می کنند از این کتاب امام کسانی می باشد، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، یعنی که در این کتاب هم پر از فتوا هست، پر از دلایل هست. و مثلا دیگر کتاب اعلاء السنن هست. کتاب اعلاء السنن که هست
کمک یعنی دیگر هست، چون که معاصر هست، یعنی که کتابی هست که آنقدر پیش تصنیف کرده نشده است، یعنی که قریب به زمانه ما تصنیف کرده شده است. و این کتاب چی میکند؟ به جای که فقه را بفهماند و بعد دلیل ها را بدهد از قرآن و سنت، حدیث ها را جمع کرده است. تمام حدیث هایی که یعنی دلیل مذهب حنفی می باشد، آنها را امام یعنی ظفر احمد التنوی جمع کرده است در این کتابش. خب و این راستش یعنی جواب به آن کسانی از جمعیت سلفی هست که به یعنی مذهب حنفی اعتراض میکردن که مذهب حنفی حدیث ندارد، دلیل ندارد، مذهب حنفی همه فتواش یعنی ضعیف هست. کسانی که این خیلی اعتراض میکردن از همان جمعیت، این علما یک جای شده یعنی همین کتاب رو تصنیف کردن و حدیث های رو پیش کردن برای مذهب حنفی که برای مذهب حنفی دلیل می باشند. به هر حال باز داریم یعنی کتاب شرح معانی الآثار از امام الطحاوی که یعنی در این کتابش هم دلایل مذهب امام ابو حنیفه رو پیش میکند، احادیث رو پیش میکند و غیره، و به دیگر یعنی به دلیل های دیگر مذهب ها خاصتا مذهب امام شافعی جواب میگرداند. اکنون در اینجا اگر نظر کنید، یک یعنی خریطه را من برای شما کشیدم که شما چی را می آموزید. اصلا فقه که هست یعنی آموزشی عمیقی دین که هست به دو قسم تقسیم می شود. یک نوع فقهی اکبر هست و یک نوع فقهی اصغر هست، یعنی فقه کلان و فقه خرد. فقه اکبر یعنی که آن دانشی که کلانترین هست و مهمترین هست، این یعنی اشاره به عقیده هست، عقیده و توحید، یعنی که فن عقیده. این فن برای چی فنی یعنی بزرگتر و یعنی کلانتر هست؟ برای که از همه مهم همین هست، آموزش عقیده از همه مهم هست، در این یگام شک نیست و ما هم به خلاف این یگام چیز نگفتیم. اما برای چی ما از عقیده سر نکردیم؟ برای این که یعنی شاگردی مبتدی یعنی شاگردی که ابتدا کننده هست، آن دلایل و آن قوت فهمیش عقیده را ندارد از اول که در عقیده داخل شود. شاگرد عامی یعنی که شاگردی که ابتدا میکنند، اول باید یعنی قرآن خوانی خود را درست کنند، عبادت هر روزه خود را درست کنند و یعنی تا یک درجه عربی را بیاموزند تا اینکه از تفصیلات عقیده با خبر باشد. و بعد از این فقه اصغر هست که یعنی فقهی که در پیش شما هست، فقهی که دایر به عبادات هست، دایر به یعنی معاملات هست. و این هم به دو قسم یعنی تقسیم می شود، فقه ظاهر و فقه باطن. فقه ظاهر همین که من حاضر گفتم، دایر به عبادات، یعنی دایر به چه عمل کردن ضروری هست، این را گفته می شود. و فقه یعنی فقه بیرونی، فقه که به بدن کرده می شود. و فقه باطن که هست، فقه دل را گفته می شود، درون انسان را، که انسان یعنی از دلش چی کند؟ امراض قلبی را بیرون کند و یعنی خود را اصلاح کند و غیره. پس شما که هستین با کتاب نور الایضاح چی میکنید؟ فقه ظاهر را می آموزید، یعنی عبادت ها، حکم های عبادت ها، معامله ها. یعنی در نور الایضاح یعنی معامله ها نیست، اما یعنی شما یعنی بخش عبادت ها را در نور الایضاح می آموزید. بل وقتی که در یک کتاب بالاتر و کلانتر رفتید، بعد معامله ها را و عقوبت ها را هم می آموزید. این را میگویند یعنی در یعنی در گپی عامه یا اینکه هر روزه فقه وقتی میگوییم دایر به همین هست. و این رو زیادتر میگویند تزکیه و تصوف، که یعنی دایر به تازه کردن یعنی تازه کردن امراض قلب هست، بیماری های قلب، و یعنی پرهیزگار و تقوادار بودن هست. به هر حال دوام میدیم انشالله. وقتی که شما حالا شما چی یاد گرفته استید؟ شما تجوید یاد میگیرید، در پیش من یعنی قانونهای تجوید را یاد میگیرید، قرائت قرآن میکنید، تلاوت خود را یعنی درست میکنید، و این چونین یعنی فقه هر روزه خود را میآموزید و درست میکنید، و این چونین عربی را یاد میگیرید.
وقتی که پوره 1 سال این 3 فن را که آموختین، بعد شما تا یک درجه تیار میشوید که سال دیگر من شما را یعنی عقیده درس میدهم. دوام میدیم فقه چیست. یعنی مختصر کرده میگویم چون که وقت هم کم مانده است. لغتا کلمه فقه معنای فهمیش عمیق را دارد. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که میفرماید من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، در همونجا کلمه یفقه که آمده است یعنی مرادش همین هست، هدفش همین هست که کسی که الله به او خیرخواه باشد، یعنی خیرخواهی به او بخواهد، او را فهمیش عمیق میدهد در دین. اما یعنی لغتا اینش معنایش همین هست، اما اصطلاحا معنای فقه چی است؟ معرفت النفس ما لها و ما علیها، یعنی که نفس بداند، دانستن نفس که حقوقهایش چی است، یعنی که ما لها، این باید ما لها باشد، ما لهونه ما لها، و مسئولیت هایش چی است، ما علیها. یعنی که فقه، از طریق فقه شما خواهید فهمید که حقوق های شما چی هست، همچون زن، همچون مادر، همچون مثلا و غیره و غیره، همچون یک فروش، یعنی فروش کننده، خرید کننده و غیره، و مسئولیت های شما چی هست، یعنی که شما باید به دیگران چه حقهای آنها رو پوره کنید، دیگران به بالای شما چه حق دارند که آنها را شما باید پوره کنید. خاصتا برای قانونهای عبادت و معاملات، یعنی تعریف اصطلاحی چنین هست. یعنی یک تعریف دیگر برای کلمه فقه این هست که دانش درباره حکمهای عملی شرعی که از دلیلهای مفصل برمی آید. یعنی که آدم بفهمد که حکمهای عملی شرعی چیست، یعنی که کدام عملها، کدام حکمها هست که من باید بکنم و این عملها و این حکمها از کجا استخراج شدند؟ از دلیلهای مفصل شرعی. و این رو کیها، یعنی ما تا حال یاد گرفتیم این دلیل ها را، از این دلیل ها کیها هستند که این احکام را استخراج کردند؟ امام های مذهب هستند، شاگردان آنها هستند که این احکام را برای ما استخراج کردند، چون که آنها نزدیکترین بودند به یعنی به دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم. آنها بودند که یعنی به دوران صحابه رضی الله عنهم نزدیکتر بودند، از آنها آموختند. در دوران یعنی تابعین نزدیکترین بودن و از آنها آموختن و صحیح آموختن. و آخرین نقطه این هست که اگر به تعریف عادی بگویم، فقه استخراج حکمهای اسلامی هست از قاعده های فقهی، یعنی که اصول فقه که از سرچشمه های اساسی اسلامی اصول الدین گرفته می شوند هست. یعنی که چنانکه که من به شما فهماندم، از دلایل فقهی بعضی قاعده ها، بعضی اصول ها را استخراج کرده می شوند که آنها را گفته می شود اصول الدین، یا حتی می توانیم بگویم که همان منبع های شرعی را اصول دین گفته می شود، و یعنی قرآن و سنت و غیره اینها هستند اصول الدین. و از اصول الدین، این منبع های شریعت، ما چی میکنیم؟ اصول فقه استخراج میکنیم، قاعده های فقهی استخراج میکنیم و بعدا از این قاعده های فقهی احکام رو استخراج میکنیم. پس این از معنای فقه. دوام میدهیم درجه های یعنی احکام فقهی، یا میتوانیم بگوییم که اصطلاحات های فقهی، خاصتا در مذهبی حنفی. یعنی در دیگر مذهب ها این اصطلاح ها هست، اما بعض اصطلاحات به مذهب حنفی خاص هستند، به مانند مکروه، تنزیهی و تحریمی و وجوب. پس چون که شما یعنی اصول الفقه رو نآموختید و شما چون که یعنی پیش از این یگان کتاب ابتدایی فقه رو نآموختید، من برای شما چی میکنم؟ تیز کرده به شما یک مختصرا اصول الفقه را کمک درس میدهم، بعض اصطلاحات فقهی را برای شما درس میدهم، تا اینکه شما وقتی که ما در کتاب یعنی بعضی احکام را وقتی که میخوانیم، شما آگاه باشید که معنای یعنی هذا فرض یا اینکه فهو واجب یا مندوب چی معنا دارد. خب اولا فرض یعنی ترجمه را آنقدر یعنی دهان ندهید، چون که ترجمه را من همین خیل کردم، اما از هم مهم چی است؟ تعریفش. فرض آن حکم را گفته می شود که با دلیل های مستحکم ثابت شده است.
یعنی عموما اگر آسان کرده بگویم کدام حکمی که از قرآن استخراج کرده شده است آن حکم عموما فرض گفته می شود. مثلا نماز خواندن فرض هست. برای چی؟ برای که با دلیل خیلی مستحکم ثابت شده هست که آیت های قرآن از همه دلیل های مستحکم هستند. واجب چی است؟ مهم. یعنی که چی؟ آن حکم را گفته می شود که دلیلش مستحکم هست اما مستحکم معتدل هست و از جهت دلیل مستحکم معتدل ثابت شده هست. مثلا حکمی که یعنی از حدیث استخراج می شود، از حدیثی صحیح. وقتی که یک حکم استخراج می شود، وقتی که در یک حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و یک حکم می دهند، عموما همه وقت نه اما عموما یعنی یک حکم که می دهد آن کار را انجام دادن واجب می گردد. برای چی فرض نه؟ برای که از دلیل قرآن نیست، از دلیل حدیث هست. پس این کار واجب می شود. سوم درجه چی هست؟ مندوب، توصیه شده. یعنی که این حکمی هست که برای اجرا کردن آن ثواب هست اما برای ترک کردنش یکم جزا نیست. یعنی اگر ما در فقه بخوانیم که این چیز مندوب هست یا اینکه بعضی لفظ های دیگر که استعمال می شود به همین معنا، سنه یعنی مؤکده یا اینکه سنه غیر مؤکده یا اینکه مستحب یا نفل، این کلمه ها، این اصطلاحات هم به مانند همین مندوب هست، گرچندگی در بینشون بعضی وقت فرق هست. مثلا کسی که سنت مؤکده را اجرا نکنند، مثلا نمازهای سنت مؤکده را اگر اجرا نکنند، یعنی با اجرا نکردنش، یعنی هر وقت با اجرا نکردنش می شود، یعنی می تواند که از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله محروم شود. اما یعنی عموما مندوب همین چیز رو گفته می شود که با این خیلی یک دلیل ثابت شده هست که آنقدر قوی نیست اما یعنی توصیه شده هست، یعنی که تشویق شده هست. این کار تشویق شده است، کسی که این کار رو بکنه ثواب میگیرد، اما یعنی که به ترک کردن این کار یعنی اونقدر باقی نیست، یکم جزایی نآمده است در یکم دلیل شرعی. خب اکنون چهارم اصطلاح چی است؟ مباح. مباح یک چیزی هست که یعنی عمومی هست، یکم حکم شرعی اونقدر ندارد، یعنی که اجرا بکنی یا که ترک بکنی برابر هست. یعنی که کارهای عمومی که ما هر روزه میکنیم عموما مباح میباشند. یعنی که خوراک خوردن، شیشتن، با یک کسی گپ زدن، این کارهای مباح هست. بله اگر کسی مثلا خوراک بخورد و این نیت کند که من خوراک میخورم تا اینکه من قوت پیدا کنم و یعنی بتوانم که نماز نفلی بخوانم، چی میکند؟ کاری که مباح هست به خودش به ثواب تبدیل میکند. اما عموما این خیل کارها چی هستن؟ یعنی که حلال هستن، جایز هستن. اکنون تا اینجا کارهای یعنی درست یا اینکه جایز یا اینکه یعنی تشویق شده یا اینکه مهم هست. از اینجا به کارهایی که نهی کرده شده است از آنها دوام هست. اولش هست مکروهی تنزیهی، یعنی همین خلا از درجه پایان به درجه سختتر یعنی پایان می شود. چقدر که در اینجا از درجه از همه فرض، از همه یعنی مهم تا کمتر شد، از اینجا هم کمتر بالا می شود. مکروه تنزیهی یعنی که کاری که حکمی که کمتر ناخوشایند هست، یعنی که بخلافش یگان حدیثی آمده است یا که یگان وعید آمده است اما درجه همان دلیل کمک ضعیف هست. برای همین هست که همان کار را اجرا نشدنش یعنی که ثواب دارد. کسی که همان کاری که ناشایسته است، یعنی که کاری که به خلافش یک حدیث آمده است یا اینکه یک وعید آمده است اما آن دلیل کمک چی هست؟ ضعیف هست، آن کار را نکردن ثواب دارد. اما اگر یعنی کسی این کار را بکند چون که دلیل یعنی ضعیف هست به خلاف این کار، جزا ندارد. و دیگر چی هست؟ مکروه تحریمی، یعنی که کاری که به خلافش از حدیث خیلی وعید آمده است و حدیث هم درجه مقبول در رسیده است، درجه که یعنی قبول شود، یعنی صحتش تا درجه قبول هست، یعنی که با دلیل های مستحکم معتدل ثابت شدن و برای اجرای آن جزا داده می شود. و مانند حرام. اما فرق بین مکروه تحریمی و حرام چی است؟
یعنی هر دویش باید نکرده شود. اگر کرده شود به خلاف کسی که این خیل کار را میکنند جزا هست. اما فرق بینشان همین قدر هست که چیزی که حرام هست به خلاف آن کار از قرآن دلیل هست، اما چیزی که مکروه تحریمی هست به خلاف آن کار از حدیث دلیل هست. و همین خیل هم فرض و واجب از جهت عمل کردن یک هستند. اما فرض برای چی فرض هست؟ چون که از قرآن دلیل آمده هست، و واجب برای آن واجب هست چون که از حدیث دلیل آمده است. من میدانم که این گپ ها را به یعنی که یکم بار فهمیدنش خیلی دشوار هست. یعنی این اصطلاحات را من باید چندین بار تکرار کنم، شما هم باید تکرار کنید تا اینکه در فکرتون بشیند. من این یعنی اصطلاحات را بعد چندین سال هست، یعنی که چندین سال هست که من اینها رو تکرار میکنم، اما شما شاید زیادیش اولین بار میشنوید. برای همین چی کنید؟ این رو دوباره گوش کنید، این رو خوب، یعنی اگر نویستن لازم باشد نویسید، کپی روت کردن لازم باشد. این صحیفه ها رو من با شما وقتی روان میکنم کپی روت کنید، یعنی که بنویسید، یعنی سوال کنید، در درس بعدی سوال کنید. به هر حال دوام میدیم. این بود اصطلاحات فقهی. و اخیرا چی هست فایده های آموزش فقه؟ برای چی یعنی آموزش فقه فایده دارد؟ انشالله ما در همین جو بس میکنیم چون که درس خیلی دراز شد. انشالله یعنی در درسی بعدی از همین آخران صحیفه این درس رو سر میکنم و بعضی یعنی باید مقدمه کتاب نور الایضاح را و یعنی مؤلفش برای شما بیان کنم. انشالله در درس بعدی بیان میکنم. الان من یعنی زپیس را میکشم و شما میتوانید سوال های خود را بکنید.